ما هر لحظه در حال انتخاب کردنیم بین خوب و بد، سفید و سیاه، تاریک و روشن. بعضی وقتها انتخابا بین مرگ و زندگیه، انتخابی که اگه اشتباه باشه هیچ وقت نمیشه جبرانش کرد. انتخاب کردن سخته اما جادو نیست. خانم ها، آقایان، این شما و این مهمانان ویژه این عمارت، لیلا اوتادی، ملیکا زارعی، وحید شمسایی، پژمان بازقی، سلام خانم. سلام. شما دعوت شدید؟ بله. نمیدونستی چه خبره؟ اینجا خیلی خوشحال. اومدیم یه عشقی بکنیم دیگه. نه یه کارت دعوتی اومد گفتن بیاین اینجا و نمیدونیم میزبانمون کیه. منو که آقای جوادزاده دعوت کرد، شما رو نمیدونم. منم همینجور. شما رو آقای جوادزاده. منم همینطور. چقدر اینجا جالبه. من یه چیزایی به گوشم رسیده. که چی؟ مثل اینکه آقای عمارت بسیار شیکیه. آره با نمکه. زیبا. عکس‌ها چیه؟ تماشاچی‌های پرشور، براشون دست بزنید. چقدر جالب. سلام. به این عمارت خیلی خوش آمدید. خیلی ها قبل از شما تو روزای بی زمان وسط لامکان تو این عمارت خندیدن، هیجان زده شدن، لذت بردن، ترسیدن و شاید همینجا از همه اونا اما حالا فقط یه عکس مونده روی دیوارای این عمارت. اتفاقایی که اینجا میفته خیلی غیر قابل پیش بینی و غافلگیر کننده است. به نظر شما آخر این قصه چه عکسی از شما باقی میمونه؟ البته باید ببینیم وقتی که بیاد قراره چی کار کنه. منتظر باشید. منتظر چی باشی؟ این ترسناکه؟ آوردن ما رو فیلم ترسناک. یعنی پس الان این عکسایی که اینجا هست یه زمانی تو این عمارته بودن. یا خندیدن یا از بین رفتن. دوسته خندیدن، پرهیجان بودن و فقط ازشون عکس مونده. یعنی مثل اینکه ظاهرا از این عمارت بیرون رفتن. یعنی بعدش الان عکسای ما میمونه. یعنی ما تبدیل به قاب عکس میشیم و میریم. آره چه عکس خوب بگیرین. اینا عکسشون پوزش آقا خوب چه نیست. مهمونی جالبیه. شروع مهمونی میزبان الحمدلله. کیه؟ میزبان کیه؟ با شما صحبت کردم. شما وقتی که پذیرفتید مهمون این عمارت بشید به منزله اینه که همه قوانین اینجا رو پذیرفتید و باید تمام دستورات رو مو به مو اجرا کنید. قوانینی به ما نگفتن، گفتن دعوت شدید به یک مهمانی. همین. حالا باید از بین خودتون یکی رو انتخاب کنید که روی این جایگاه بشینه. کدوم جایگاه؟ نمیدونم. ما که سر جامونی. جایگاه ریاست حتما دیدیم. چجوری باید انتخاب کنیم؟ چیکار باید انتخاب بکنیم؟ چیه؟ اینا چیه؟ کیان اومدن؟ اینا
دیگه چی بودن یه اومدن وسط عمارت. معلومه که داستان‌ها داریم اینجا، معلومه. چه قیافه هاش اینجوریه اینا؟ اون سیم چیه؟ بعد یکی از ما بعد انتخاب شد چیکار کنه؟ این جایگاه دیگه نه؟ آن جایگاه اینه؟ حالا ببینیم. خب کیو باید انتخاب کنیم بره؟ انتخابا رو باید شما با استفاده از اون تخته هایی که کنارتون هست باید رأی خودتون رو روی اون بنویسید. فقط یک نفر رو انتخاب کنید. خب با شمارش معکوس من تخته ها رو برگردونید. 3 2 1. آقای شمسی تو فوتبال 2-2 میشه چیکار میکنن؟ پنالتی میشه؟ پنالتی میشه. نه ما اینجا که پنالتی کسی نمیتونه بزنه. خب خدا رو شکر اسم منم که نبوده. اسم بین منم شما دو نبوده. بزرگوارانه حضار محترم هستن. باش. بین دوتا شما هر کی بیشتر مردم راغب بودن بشینه بعد بشینه. وایسا. میخوای خانم بلند شما شی؟ گفتی یه چیزایی شنیدی بلند شی وایسی. بله. شما که میگید یه چیزایی شنیدید این چیه الان که ما باید بشینیم؟ بعد اما آقا میزبانمون کیه؟ مثل اینکه آقای میزبان کیه؟ الان داره صداش میاد که من فقط میگم اول تکلیف رو روشن کنیم قبلی که این هر کی میخواد بشینه. شما دوتا شدید دیگه تو رأی گیری بوده نمیتونیم زیرش بزنید. بذار تکلیف این یه نفر اصلا روشن جایی شه. که آقای بازقی هستن با نه جایی خدمت نداره. ایشون و بذار اینا ما من اصلا بپرسیم. حضار محترم هر کسی که دوست داره خانم اوتادی اینجا بشینه دست بزنه. حالا هر کسی که دوست داره پژمان بشینه دست بزنه. من ممنونم ازتون که یکی از این بزرگوارا باید بشینه. هر اتفاقی هم افتاد خودتون جوابشو بدید. چون ما نمیدونیم اصلا چی هست. من فکر کنم صندلی راحتیه. خب خوبه شاید هم که صندلی ماساژ باشه. آره اگه صندلی خیلی ماساژ باشه شبیه که خوش صندلی بگذره راحتی. که. من تبریک میگم آقای بازرگی به شما. خب خب سایه ها از جایگاه رونمایی کنید. خب بعد چیکار کنن اینو؟ باید بشینه اونجا ولی وحشتناک بود. خوب تیزه. هی من اینا رو پژمان میذارم جان. رو میز. پژمان جان بفرم. خیلی بفرم. ترسناکه. خب بعد بشینه که چیکار کنه؟ کسی به ما خبر نمیده؟ من میگم تا شروع نشده بزنیم بریم از این برنامه. چه نه، وضعی اومد- مهمونی دعوت شدیم. مهمونی دعوت شدیم امضا کردیم که هر ما اتفاقی اصلا گردن جا خودمونه. نمیشیم اینجا. نه جا میشین آقای بازرگی. یعنی آه چی؟ دروازه رو باز کردن گوش یعنی بدن چی؟ برای شما بفرمایید. یعنی الان بعد بشینه اینجا؟ من نمیدونم. خب بعد بینشست اینجا چی میشه؟ من گردن تو بزنم؟ نمیدونم احسان همچنین پشتن دیگه حتما. یه برو خانم بشین. اوتادی یه برو با چه بشین. شانسی آوردی. یعنی چی واقعا باید بری بشین؟ نه بابا این که اصلا نمیشه. نه نمیخواد بریم. ولی بابا کار خیلی خطرناکیه. این برقاش نه. بس نباشه.
نه ببین الان برقاش مست نباشه. نه اینا برقای ایناست؟ وای آره دیگه وصله به شما اونا دیگه. می‌دستید. بابا خیلی نزدیکه ولی بریم بشینیم خب اینم اصلا بندازیم نزدیکه اصلا. میخوای چیکار کنی؟ آقا نمیخواد بلش کنیم بابا. ولش کن بندازش. نمیخواد است. آقای بازقی، شما با ننشستنتون روی صندلی دارید قوانین رو نقض میکنید. ولی ما رو وقتی دعوت کردن راجع به قوانین حرف نزدن. چه قوانینی؟ لطفاً پارچه رو کنار بزنید و با آرامش خاطر روی یک ما جایگاه قرار نیست کاری بشینید. بکنیم که. نه من نمیدونم. اصلا این به شما گفته بودن آره کاری انجام بدیم. اصلا مهمونیه. چه مهمونیه؟ سایه ها، آقای بازقی رو همراهی کنید. خیلی خودم خیلی خوب میرم بیا. واقعا میخوایم بشینین آقای بازقی؟ وحید به شما همچین چیزی گفته بود؟ نه اصلا من نه. به نظر من اصلا بریم نمیخواد. حالا نشین واقعا. بابا نکنید این کار رو. پژمان جان ببخش. آقا این چه جایگاهیه؟ بلند شین آقای بازقی. خانم ها، آقایان، این شما و این میزبان کیه؟ من یه چیزایی به گوشم رسیده. آقا میزبانمون کیه؟ مثل اینکه آقای این شما و این سعید فتی روشن. خیلی خوش اومدید خانم معتدی. خانم زرعی خیلی خوش اومدید. داره. وحید عزیز. سعید جان. آقا سعید شما. بعد این همه ما رفاقت. همین میخواستم بگم ما از همه بیشتر با هم سابقه داریم اصلا تو اولا رفاقت. نگفته اولا سلام علیکم خیلی چکرم. مخلصم. حالا بیا بیرون برات الان خیلی آره. سر تکون نده این الان این رو گردن. آره میدونم داره واقعا میخرشه. اصلا مگه میشه این چه رسم مهمون نوازی ها؟ من از سایه ها رو توجیه میکردم ولی از یه طرف هم باید احترام بذاریم به رأیی که دادن و رأیی که گرفتین برای با کسی همون که بیاد. احترام قوانین اومدیم، سفت ولی- و سخت از کجا اومده؟ خانم میخواد چیکار آقای؟ آره کنی؟ آخه اصلا نگفتن تو این بازی قراره که ما انجام بدیم. گفتن یک اصلا امارتی قرار نبود دعوت ولی میشه، حالا یه که دیگه بازی رفتیم بریم تا تهش دیگه ها. یعنی واقعا می‌خواید یعنی ادامه نمی‌خوای بدید؟ منو بیرون من ببری؟ دو دسته کارت دارم اینجا که توی ببینید توی اینها یکیش بعضیاش اره است میبینید بعضی از اینها اره است که شکل اره روشه و بعضی از اینها نجاته که شکل نجات روشه. همون می‌بینید؟ نجات خوبه آقای دخترشون این صحنه رو نبینه حالش بد بشه واقعا. منم این کنار میگم وایسه حالا اگه اره باشه چی؟ خانم خیس پژمان عرق جان. شدم، جانم. دو تا دست من میگم توی این یکی دست نمیدونم چند تا اره و چند تا نجات هست ولی توی این یکی مطمئنم نصف اره است نصف نجات. ممکنه این همش نجات باشه ممکنه همش اره باشه ممکنه هم است که نمیدونم جان، واقعا. ریسک شما کنون باشی نصف کدوم نصف انتخاب اره. میکنی؟ ریاضی خب میگه 50 50 بله. بذار یه کاری بکنی. میخوای روشن من به کنی؟ جان میخوای روشن نه کنی؟ میخوام نشون بدم که در واقع کارتای این برمون چیه. میبینی؟ آها. چی بود؟ کارتا همش عرق است. همش عرس و یه دونه نجات. دیدی یه دونه شما؟ نجات توش. یه دونه نجات توی ایناست. اینا باز خدمت 50 شما 50 بهتره. 50 رو گذاشتیم کنار. الان چرا آقا کارتی رو من دارم 50 که انتخاب کردم.
همش آقا، ایشون اره است به 50 جز یه دونه ای که انتخاب شما کرد. شهادت میدی که یه دونه نجات واقعا اون یه دونه وسط توش دیدی. دیدم. یه دونه نجات اینجاست. ما چیزی رو که انتخاب کردیم رو گذاشت کنار. فهمیدین یعنی چی؟ خانم زارعی روبروی من بیستید. من مگه میتونم نگفت روبروی شما الان 50 رو نایستم؟ انتخاب کن؟ واقعا 50 اینجا من این قراره کردم. حتما به حرف یعنی میهمان الان گوش زوریه بدید. اینجا؟ بله. خود شما حاضری اینجا هر جا خواستی بگی وایسم یا نه؟ الان آمادگیشو داری. یه بار من انجام بده، یه بار خانم انجام بده. زارعی رو آوردم یه بار که انجام اگر بده. شما نمیتونین من از خانم زارعی خواهش کنم. من اینو اینجوری شروع کنم ریختن. شما هر جا بخوای وایسی به من میگی وایسا، من کارت نشون میدم. اونی که مونده بالا کارت شماست. خانزاری شانس شما خوب، من گردنم نمیچرخه واقعا، ببخش. با هم امتحان کنیم. یعنی من باید بگم؟ بگید وایسا. من شروع میکنم خب اگه ریختن. من بگم وایس اره اومد چی؟ روشن میشه. نه یعنی چی آقا، روشن حالا میشه؟ سرت آره واقعا داره گردن. تمرکز کنید، منو نگاه کنید. یه نفس عمیق بکشید. اعتماد کنید به اولین جایی که باید من بگید دارم وایس. از ترس میمیرم، میگن اعتماد کنید. دستمو میارم رو به رو به خود پژمان هم ببینه. هر جا خواستید بگید وایس. وایسا. همینجا بله. این زیریه مال شماست. اینی که بالاه. بله بله. آها این کارتی که قبل از اونه رو میشه نشون بدید چیه؟ عرس. اره. این کار زیریه مال شماست. خب اره رو بدید به من بفهم. که اینا قاطی نشه. اینو بگیرید همینجا. زیریه رو بدون اینکه ببینید بکشید بذارید همینجا بمونه. همون زیری رو کشیدید جابجا نشد. نه. نگاه نکنید لطفا. کارت بعدیش چیه؟ آره. اره. بین دو تا اره ایم. پژمان کارت تو بردار بدون اینکه خودت ببینی به تماشاچی‌ها نشون بده. با صدای تشویق متوجه میشی که نجات پیدا میکنی یا با صدای وای متوجه میشی که اره است. 3 2 1. ببینم آقای و تمام خیش کارتامون خدا اره رو بود. شکر خیالم راحت شد. زارعی تمام کارتای دیگه آقای بازرگی اره است. شانس آقای آوردی. بازرگی از من باز کنم تشکر اینو. نکنین من راضی نیستم. آره دست شما درد نکنه. باز کنم که بیام بیرون دیگه نجات رو انتخاب کردم. خیلی نجات پیدا کردم. آره. وای قرمز شده. آره ولی واقعا یه دونه توش بود. آره خدا یه دونه توش بود. هم کارت بالایی اره بود، هم کارت پایینی اره بود. بعد یه دونه نجات. یه دونه. خیلی خیلی خوش اومدید. به نظرم خوش آمدگویی خوبی نبود. آره واقعا. ترسی. یه سوال بپرسم. شاید- یه سوال بپرسم. جانم بفهم. اولا ما الان اینجا جواب. چیکار میکنیم؟ اصلا ما دعوت شدیم به ما اصلا نگفتن همین. میزبان کیه. اینو من چیکارش کنم؟ اون دست شما باشه. این چیه؟ سایه هایی که داریم این سایه ها خیلی جا به کمک ما میان با یه دست. دست خب، بزنید بله. میان؟ بله. یه سوالی دارم بقیه هم همینقدر خطرناکه داستان. این برای شروع تازه. برای شروع ما این پاشیم فقط برای بریم. من شروعه. که خیلی جایی ممنون فیلم برداری دارم رفت باید فقط برم. یه بدی داره این عمارت که درهای ورودیش بازه ولی برای خروج متاسفانه. بعد مهمونداری الان پذیرایی آبی. آره دیگه پذیرایی ناشیه. این پذیرایی بود. اره خونه ما مهمون بیاد هم چیکار نمی‌کنه. من خیلی ترسیدم. من تا حالا مهمونی نرفتم که جلوم اره بذارم. من به جایشون معذرت. به نظرم سریع جبران کنید. نه خودش هم معذرت پس نمی‌خواد. بذارید که آیتم بعدی نه من حرف زنه یه معذرت هایی نه، نگه. معذرت که حتما سعی می‌کنم به جای اینکه معذرت کنم جبران کنم اینو با چی یه داری؟ کاری که مدل کارهای ذهنی بی خطر. آره از کارهای بی خطر انجام بدید. خیلی به ما خوش بگذره. اینو همه جا میشه انجام داد. با حالا روحیه ما هم سازگاری نداره آقای. یه سوال ازت بپرسم، تو واقعا برقشو بس کرده بودی؟ برق بیرون وصله. واقعا میگم چون برق کشتن رفتن. خدا به خیر کنه تا شب آخر مهمانی رو. فعال نبود، یعنی اگر من نجات نمیافتاد یعنی واقعا روشن میکردی؟ تازه فهمیدم که این عکس‌ها حکمتش چیه.
چطوری خدا کشتیشون؟ رحمتشون کنه. خدا رحمت خدا اسیرای خاکو بیامرزه. من میخوام با 5 تا کارت یه کاری انجام بدم که همه دخیل هستی. کارت رو به نظرم ببینیم با هم دیگه. 5 تا کارت میگیرم و یه سری کارا انجام میدم. چرا که شما موافقین؟ این چیه جریانش؟ حکمت این چیه؟ حکمتش اینه. آها اینا میان. ما هم دست بزنیم میاد. امتحان کنیم بله توی بعدی. طبیعیه که تو باید بعدی. توی بیاد. بعدی امتحان کنیم. با مزم. با مزه نیست من دارم. ترسناکه این بامزه است. الان من چون اونجا نشستم دیگه همه چی برام بامزه است. معنی زندگی. شوخی بازی. آره. 1 2 3 4 و 5. خب 5 تا کارت. میخوام کارت ها رو از وسط پاره کنم. چه کاریه؟ بعد چی میشه؟ الان میگم چی میشه. یه ذرم این ور اون ور پاره میکنم که رد اینا بمونه. الان 2 دسته در واقع شماره و کارت داریم، درسته؟ بله. چند تا این ور باید باشه؟ 1 2 3 4 4 5 5 این ور 5 تا 10 تا تیکه کارت دارم. اونم میشه بشماری؟ میخواید ببینید؟ ما گیر. نه میبینیم. 2 3 4 4 5 بله. بله. من اینا رو به پشت میگیرم. 2 دسته کارتو میخوایم دو تا اینا رو با هم دیگه جور کنیم، ولی خب اگه الان این کارو بکنم که کار عجیبی نیست. نه دیگه. معلومه که 2 با 2 این ور یعنی همون عدد درست شه؟ بله مثلا 5 کامل بشه. خب ولی الان میشه؟ خیلی سخت نیست برای اینکه درسته به پشته، ولی خب یه ترتیبی داشت، یه شکل و شمایلی داشت. میخوایم با یه جمله این کارو بکنیم که اون جمله اینه: همه 5 کارتم جور شه. یه بار بگیم همه 5 کارتم جور شه. خب یعنی اینو که بگیم بگیم اینا جور میشه. اینو میگیم جور میشه. بله. یه ذره پیچیده ترش هم میکنم. چجوری؟ حروف این کلمات رو میخوایم با هم دیگه هجی کنیم و بگیم. مثلا همه یه میشه ه میم ه ی، درسته؟ همه با هر حرف من یه دونه از اینا میذارم زیر. مثلا شما میگین ه میم، دیگه اینجوری مشخص نیست که ترتیب اینا چیه. شما میگید که از کدوم دسته شروع کنم. حتی وسطش میتونیم بگین جابجا کنم، یعنی بگین ه رو از اینجا بذار زیر، میمو از اون یکی بذار. اینجوری هر 2 تا دسته کامل به هم میخوره. قبول دارید؟ بله. بله. یعنی دیگه هیچ ترتیبی نمیمونه، چون من بهتون حتی نگفتم که از این دسته همه رو میذارم زیر، بعد مثلا 5 رو دوباره از اون یکی میذارم، جابجا میشه و دیگه هیچ کنترلی من روش ندارم. آماده شما اید؟ فکر میکنین جور میشه؟ امیدوارم. از کدوم شروع کنیم؟ از این. من میگم ازی. ه. ه حواستون شما نزدیک هستین، یه دونه فقط بردارم. از این دیگه بر نمیداری؟ میمم از همین. چرا از- میتونم؟ بریم روی این. آره میم ه از این، میم از این. میم از این یکی. م ه دوباره ه. کدوم؟ از این ه. چطوری خانم ممکنه؟ تاجی دونم شما میگی. همینو دوباره بگیر. یه داریم همین. یه این شد همه یه. حالا 5 2 تا تیکه اینو همین جوری لطفا امکان اصلا نداره با اینجوری هم بذارم یکی که باشه. از هیچ طرفی نه، دیده نگاه. نشه. خب بریم سراغ بعدی. 5 5 از کدوم شروع کنم؟ از این از کدوم شروع کنم؟ از این. از از این. این طرفیه. پ نون کدوم؟ از اون. نون ج بگو خواهم معتدل. همین. همین. اینم 5مون. اینجوری برگردونم نبینید، همینجوری نگه دارید دیده نشه. یعنی الان به نظر تو اینا همه جورن؟ امیدوارم. همه 5 کارتم از کدوم شروع کنم؟ این این که الف رو از کدوم برم؟ از هم. همون که الف ر از این بر. ر ت از همون بر. و میم از کارتم. اون بر. امکان نداره آقای فتحی. اینم اینجوری بگیرم. اینم خدمت شما. مال شما چنده؟ جور شه. دو تا. فقط جور شه مونده. من نگاه درسته؟ نکردم. الان نگاه از کدوم نکنید شروع دیگه. کنم؟ از این. این گفت جیم. نگاه. گفت نگاه همون نکن. بر. واو همون بر. ر از جور اون بر. شین و از هی این آخر. بر. از این بر. اینم هی آخر. این دوتا هم
برای من. اینجوری برگردونم. اونم خدمت میشه برای شما. اونم میشه برای من. خب اگر که همه چیز درست باشه و این عمارت و من هنوز قابلیت‌های قبلی رو داشته باشیم، بعد از گفتن همه 5 کارتم جور شه، همه 5 کارتمون باید جور شده باشه. میتونم خواهش کنم با 1 2 3 همه کارتا رو برگردونیم رو به تماشاچی‌ها. یعنی همون عدد درست شه میشه؟ شما فکر میکنین جور میشه؟ امیدوارم. چطوری ممکنه؟ امکان نداره با هم یکی باشه. امکان نداره آقای فتحی. 1 2 3 خواهش کنم که حالا همه کارتا رو بگیریم بالا. خب دوباره پاره کنیم. بله. بابا اذیت نه اصلا نیست، فقط برای اینکه ببینید این کارتا نه یعنی مقوای معمولی، چاپ معمولی. آها. آره این مهمونی اینجوری خوبه دیگه. همه نه کارو اونجا می‌کنیم. دیگه. همه کارو می‌کنیم. چه قشنگ بود. یه زن تخمه میآوردی میشکونیم بهتر. افتخار آقا سعید. واقعا من یه لحظه احساس کردم که شاید علامتی پشت کارتا بوده. من دارم هی نگاه میکنم نم هیچی نیست. یه نکته داره، حتی دمتون اگه گرم علامت واقعا. هم باشه وقتی به من میگن که کدوم حرف و از کدوم یکی یعنی دسته تغییر برو میدیم دیگه واقعا دیگه. نمیدونم که یعنی حتی علامت هم باشه رد میشه دیگه. نمیتونم بگم نه آقا من از این نمیخوام هرو بدم از این. این برنامه خوش آخه گذشت. به دل من نمیشینه اینجوری. آها شما کار خطرناک دوست آره دارید. اصلا خب چیه ما این چه گناهی کردیم؟ مثلا من خانم‌ها اینقدر چه گناهی دوست دارم کردن؟ الان یه لحظه تشریف بیارید اصلا بگم این چی به میشه اصلا این چیه صندلی رو بردارین آقای فتحی رو؟ چیو؟ صندلی جایگاه. اینم از اینجا اولش بردارم. گفتن جایگاه. بله. آره اول ما فکر یه لحظه کردیم تشریف بیارید ما اصلا فکر سیستم کردیم اینو جایگاه. ببینید. ماساژ آوردی. من وقتی اومدم توی این کار با خودم عهد بستم عاشق نشم. شد دیگه. الحمدلله این زبون داری تو. چرا گزارش ندادی که با اون خانم رفت آمد میکنی؟ چرا اومدی اینجا؟ کارمه. هاي الشخصية نحن اخترعنا لك إياها يا أبو عبد الرحمن المغربي. قلب رق همکنون در سینماهای سراسر کشور. یه ضرب المثل قدیمی هست که میگه اونی که تو بانک سپه حساب قرض الحسنه باز کنه. ممکنه که برنده بشه ولی ما تضمینی نمی‌کنیم. اما اونی که حساب باز نمی‌کنه ما تضمین میکنیم که هیچ وقت جایزه برنده نمیشه. برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امیدبانک.ir مراجعه فرمایید. بانک سپه. سلام سریه. سرا افسریه. بخصایتونم که افسریه. اشتباه نری یا حواست باشه سراح افسریه. سرای بزرگ ایرانی تنها شعبه تهران در سراح افسریه با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی. لطفاً کمربنداتون رو ببندید. مسافرین محترم، خلبان صحبت میکنیم. بالاخره دیگه آخره بنوبن. سفر خوشی رو براتون آرزو میکنم. یه تعدادی پریز این برداریم و یه تعدادی دو شاخه که میبینید دیگه همه دو شاخه های بله من دیدم. خب یعنی واقعا میخوای روشنش کنین کار کنه؟ نه میخوام بگم که اصلا چیه این سیستمه. آره روشن که میکنیم حتما که بدون این کار میکرد. خدا رو شکر گردن کسی هم تا حالا نبرید همه پلم پاش اونو گذاشتیم پژمان که وقتی چرخید حرکتش رو ببینیم. چون الان میخوام روشنش کنم. منتها یه داستانی داره این. یه داستانی داره. این 4 تا دو شاخه‌ای که اومده اینجا یه دونش فقط اون رو روشن میکنه. یعنی سه تا دیگه‌اش روشن نمیکنه. سه تا دیگه‌اش روشن نمیکنه. خب امتحان کنیم. امتحان میکنیم الان. پژمان
سعید دست میزنه، شما دست بزنه میاد. 2 تا باید بزنیم. بله. خانم معتدی شما کسی نگید. میان خانوما دست بزنن میان. ببینید. بفرمایید شما. نه خواهش نه خواهش می‌کنم. نمیاد. شما چی؟ به نظرم امارت خطرناکی میاد. حالا شما هم یه دست بزنید. بس کسی نیومد که. آره دیگه چرا نمیدونم چرا فکر می‌کنین که تحت کنترل بقیه است. شما که دست دادید نشه. بزرگوار بیا الان اومدم. بیا با اینو هم می‌خواستی. هماهنگن آقا. چی نمی‌خواستی؟ آقای شمسه دیگه تلاش هم نکن. فکر کنم یه امارت معمولی نیست اینجا. میخوام این لامپ اول بازش کنی یه نگاهی بکنیم ببین این لامپ واقعا لامپ از اون زیر نمیدونم باتری چیزی تشکیلاتی واقعا لامپه. خود و خدایی لامپه. چیزی هم توش سرپیششو ببندین لطفا. یکی از اینا رو انتخاب کنید و بزنید. روشن شو. بله. امتحان کنیم. یا الله. پس هر یا الله. این روشن شد. بقیه رو هم امتحان کنید. روشن بله. میتونید خیلی هم مرتب این کارو بکنین. فقط میتونم خواهش کنم آره با این دستتون بگیرین که اینم روشن. همش روشنه. بذارید من اینو براتون بگیرم که شما با این یکی دست اگه بگیریم دوربینا هم میبینن. خب الان ببین یه چیز بهت بگم. آخه خیلی بدجوره. کجه یه ذره. کجه. اوری باید بگیریم بزنیم. بله. اینم روشن. اینم روشن. بله. اینم روشن. اینم روشن. خب اوکیه؟ لامپو میشه اینجا بگیرید با این فاصله ای؟ اینجا. بله. خانم معتدی بدون اینکه ببینید اون پریزو بگید بالا بالا پایین پایین که انقدر بالا پایین کنیم و یه دونه از اینها خود به خود انتخاب میشه بگید همینجا لامپو بذاریم توی برق. باشه. بالا. نگاه نکنیم بهشون. رو نگاه کنیم. بالاتر. الان همینجا. همینجا. انجام ندادی شما؟ نه دیگه. ندیدم دارم بازی میکنم منم نگاهشو میکنم. بالاتر هم میذارم بالاتر. وقتی میگن بالا بیاریم بالاتر میگن پایین بریم پایینتر یه جا میگن همینجا میزنیم تو برق. بله بریم. بالا 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 پایین همینجا. خب شما توی زمین به بازیکن مثلا میگین چپ چپ راست راست بیا اینور چیکار میکنن؟ من اگه اشتباه بگه همونجا کشیدمش بیرون. یعنی خیلی سختگیری آقای لامپ اینجا بمونه که ما بدونیم که برق این وصله. میخوام ازتون خواهش کنم که دونه دونه نفری یه دونه از این دو شاخه ها رو انتخاب کنید و بزنیم به برق ببینیم دستگاه روشن میشه یا نه. پژمان جون بیا. پژمان جون شما بیا. شروع کنید پژمان جان. بله. یه خواهشی ازت بکنم. بله. چند ثانیه قبلش به من وقت دادی؟ بله. تو کجا میری الان؟ نمیدونم والا. قهر کرد؟ رفت؟ ناراحت شد؟ نه. چرا؟ من میخوام بشینم توی این صندلی و 4 تا اره کنار گردن من باشه و از میهمانانم خواهش کنم که نوبتی هر کدوم یه دو شاخه رو امتحان کنن و بزنن به پریز و امیدوارم که تنها دو شاخه‌ای که میمونه دو شاخه‌ای باشه که اینو روشن نمی‌کنه. امیدوار نباشه آقای فتی روشن کار خطرناکی. میشه خواهش کنم نشینی؟ سعید جان اون کارت نجات کو کارت نجاتی بیاریم بهش بدیم. بیا آقا سعید میشه خواهش کنم نشینی؟ ببین حالا واقعیتش که بگو وایسا ولی جدی بگم این کارت توه. وایسا چیه؟ تا اینکه یه خورده استرس داره و یه خورده باید تمرکز داشته باشم واقعا هم خطرناکه. خودت نشستی حتی اگر روشن هم نباشه و من یه لحظه یه چیزی باشه برای همین هم از شما میخوام خواهش کنم که همراهی کنید با همون با سکوت، هم از شما خواهش کنم که مسیر رو با هم ببریم جلو
چه مسیری آقای خطی روشن؟ اصلا نخوا که تو پریز بزنم. من این در رو میبندم، شما نفر اول رو انتخاب کنید. دوتاشون بیان، دوتا دست بزنیم بیان اینا. خب بیان چیکار کنم؟ اونا بزنن، من نمیزنم پریزو. پژمان آقا ما شما رو قبول داریم، میشه نکنید این کارو. آقای نفر فتی اول روشن رو لطفا انتخاب کنید. بسیار کار اشتباهی میکنه. نفر اول پژمان سعید بیا. جان عزیزم این کار خوبی نیست. بیا بیرون، من رفتم اون تو. بذار نه پژمان میبره آیه نه بذار پژمان جان خطرناکه ولی خطرناکه. آخه اینجاست اصلا فاصله نداره. آقا یعنی چی؟ پژمان جان بیا بزن اولیه. آقا نفر اول انتخاب کنید. نفر اول پژمانه؟ آره پژمان جان یه دونه از دو شاخه ها رو بردار. یه دونه از اینا. به من دو رو بردار. یکی از پریزا رو انتخاب کن. خب پریز دو شاخه دو. بزن ببر. درش بیا. نزن آقای دوست. بزن ببر. نزن. هر موقع زدی و اگه بردار بگو. روشن شد چی؟ هر موقع زدی بهم بگو. درش بیاری بزنی به دو. از اون بعد هر موقع زدی بهم بگو. آقا خطرناکه سعید جان، تو خطرناکه. زدی؟ نه آقا بزنم. الان یه روشن شه باید چی کار کنم؟ بزن پژمان بزن. وایسا نمیده. وایسا استرس نده بابا. بیا این برتر. آقا من نمیتونم. یه خود بزن. داره 1 2 3. وایسا زدی؟ بله. نفر بعدی رو انتخاب کنید. خانم معتدی. خانم معتدی بفرم. من نمیتونم. من دل ندارم. نه من نمیتونم. شما بزنید همه رو به جای ما. لامپ هم دستتونه؟ لامپ؟ ما شما رو قبول داریم آقای شمسایی، شما بزن. من که دل ندارم. لامپ دستته؟ لامپ میتونی بذاری باشه روش که بدونن تو هر کدوم فرقی نداره. هر جا گذاشتی که بدونن فقط برقش وصله. این برق. خب بریم برای خانم معتدی. خانم معتدی بله خواهش میکنم با من همراهی کنید. تشریف بیارید بدون اینکه دلهوره داشته باشید. بچه‌ها اونجا خیلی جای سختیه واقعا. همینجوری خاموشش هم گردن آدم اذیت می‌کنه. یکی از سیما رو انتخاب کنید. یعنی بین این 4 تا سیم یه دونش هست که اگه بزنید ببرم 4 تا اره با هم کار میکنه. یعنی چی؟ هر موقع انتخاب کردید به من بگید انتخاب کردید. بله انتخاب کرد. نمیخواید عوض کنید؟ نمیخواید عوض کنید؟ نه عوض نمی‌کنید؟ عوض نمی‌کنید؟ عوض نمی‌کنید؟ یکی از پریزا رو انتخاب کنید و بزنید به برق. اینم رفت. این لامپه قطع و وصل میشد. ما خودمونم استرس گرفته بودیم تا میخواستیم وصلش بکنیم لامپه قطع میشد. نمیفهمیدیم بالاخره روشن میشه یا روشن نمیشه. تمام تلاشمو دارم میکنم که سیم درست رو القا بکنم. خانم زارعی لامپه باشه. بله شما موندید و آخرین سیم. 2 تا سیم مونده که یه دونش روشن میشه. درسته؟ بله. یه دونش بله. وای. حال من خیلی حال بدی بود. این صحنه یکی از ترسناکترین صحنه‌هایی بود که دیدم. باورم نمیشه. فقط یه خواهشی که دارم برای اینکه بتونم سیم درست رو بهشون القا بکنم، چند ثانیه‌ای به من و خانم زارعی وقت بدید که مکالممون شکل بگیره، چون واقعا خطرناکه و نمیخوام که تو قسمت 1 با مشکل روبرو بشیم. بکنم از عرقی که داره از سر رو میریزه آقای خطرش رو میشه. شما اصلا به نظرم حالا شرایط خوبی ندارید. چرا؟ شما من اعتماد کنید خانم زارعی. برید سمت سیما بدون وقفه، بدون اینکه کوچکترین شکی بکنید. من همش شکم. 2 تا سیم رو بردارید. جفتشو؟ بله. 2 تا سیم رو فقط بگیرید دستتون. 2 تا سیم رو گرفتید دستتون. من میترسم.
خانم زارعی بدون اینکه یه نفس عمیق بکشید، میدونم خیلی خطرناکه، میدونم خیلی ترسناکه، 2 تا سیم رو بگیرید روبروی خودتون، چشماتون رو ببندید. بستید؟ بله. فکر کنید توی دشت سبز دارید قدم میزنید. اصلا همچین فکری نمی‌کنم. خواهش میکنم همراهی کنید که انجام بشه. فکر کنید توی دشت سبز دارید قدم میزنید. هوای خنک، نسیم خنک. یه ذره جلوتر یه رودخونه است که 2 تا درخت 2 طرف این رودخونه است. درخت‌ها سایه خیلی خوبی داره. میخوام ازتون خواهش کنم که توی ذهنتون به سمت سایه یکی از درخت‌ها برید که اونجا استراحت کنید و وقتی به سایه درخت رسیدید چشمتون رو باز کنید و سیمی که سمت اون درخت رو انتخاب کنید. بدون اینکه شک کنید بزنید توی یکی از پریزا. فتی روشن. مشابه سفید شد. رنگ شوهر مشابه سفید شد. آقا چه کاریه؟ یه دونه سیلندر، یه دونه. این یه توضیح بدم، در واقع دارم وقت میخرم که یه ذره حالم درست شه. این برای اولین باره و توسط تیم اتاق فکر رو بچه‌هایی که توی مجموعه بودن طراحی شده. یه همچین در واقع کاری و هیچ جایی نداریم. اولین بارم هست که توی ایران از شبکه 3 داره پخش. ممکنه مشابهش رو دیده باشن جایی، ولی یعنی مشابهی که یه اره‌ای باشه یکی رو نصب کنه با اره کار، ولی این شکل رو برای اولین باره باعث افتخارم است که در حضور شما اتفاق افتاد و توی شبکه 3 الان یه دونه‌ای که روشن می‌کرد چی شد؟ الان اون یه دونه من اجازه دارم یه دونه‌ای که قرار بود روشن کنه چی شد؟ آقای فتی روشن الان اینه که روشن میکنه؟ احتمالاً. یعنی چی احتمالاً؟ میتونم خواهش کنم که میخواید پژمان جان نه آقا شما بزن بده من فقط اینجا الان دیگه تو نیستی که خیالمون راحته. من با این دست خودت روشن دستینو بگیرید. اینو تو هر کدوم از اینا تو میتونید اینجا که لامپ هست اینجا میتونیم بزنیم پایین، جای یکی از اینا بزنیم که ببینید. نه اینا همه برق داره. خب میدونم این روشن نکرده و اگه اینجا بزنیم روشن بشه. آره اینا حرف درستیه. من میزنم تو این که خالیه یا لامپیه که همش برق بوده از اول. بزن تو لامپ. آره توی لامپ. هر کدوم میخوای. شما موافقی؟ من تو لامپ فقط داغ نباشه. نه که ببینید الان استرس کشیدیم. آمادم. برم. یعنی اگه کوچکترین اشتباهی رو زده بودید الان هممون یه دونه هم بزن، اینم بزن اینم نه نکشش صداش آزاردهنده. اینم بزنم. فتی روشن الان من اگه سیم چپ رو انتخاب میکردم اون وقت اینجا چی اینم باشه همینجا. دست نداره. عمرتون به دنیا بود. روز اول قرار بودش یکی از دست بدیم عکسش بره اینجا. من مهمون خسته ایم دیگه برای امروز کافیه. خوشحالم که روز اول عکس سعید نرفت بغل این عکسا. میگم داداش بس نیست دیگه این همه استرس واسه یه شب. خدا انرژیمونو گرفت. بچه واقعا یعنی چی اگه بخواد هر شب از این کارو کنه؟ از تجربه شب اول میهمانی که فکر نکنم تا حالا تو زندگیتون هیچ کدوم یه همچین تجربه‌ای داشته باشین. میخواین صحبت کنیم؟ شما تا حالا همچین مهمونی دعوت شدیم؟ اگه دعوت شدیم نریم. خیلی کار خطرناکی بود. این بازی هم نکن، شما هم نکن، ما هم تو این بازی ها نریم. کار تو همین میگم امیدوارم از این مهمونی ها کسی هم دعوت نشه. آقای فتی روشن اولش خیلی با روی خوش اومدیم اصلا همه مهمونی ما رو دعوت کردی. خیلی استراب و استرس داریم. یه نکته ای رو من عرض کنم.
اولا که تمام تلاشمون رو کردیم، تمام نکات ایمنی رو رعایت کردیم تو برنامه. خواهش بعدی اینه آقا که کسایی یه که لحظه است نه؟ یه لحظه تلاشمون رو کردیم، حتما تمرین کردم، نه برای اینکه از خودم بگم ولی از 10 سالگی تا الان که 43 سالمه کار کردم و میدونم اون یه ذره خطر دیگه چاشنی اینه که خودمونم یه هیجانی داشته باشیم. یه ذره خطر داره. الان من اگه سیم چپو میزدم جواب کیو من میدادم؟ پژمان نشست ولی پیریزی نه هیچ کدوم دو شاخه اینجا درد میگیره، قشنگ فاصله کم بود، یعنی خدا نکرده اگه روشن شد راه نجاتی وجود نداشت. حالا خواهش میکنم ازتون این کارا رو توی خونه انجام ندید. ما توی فضای مجازی کلی آموزش خوب براتون میذاریم، همینجا یه سری کارا رو انجام میدیم که میگیم چجوریه، اصلا میگیم همزمان با هم توی خونه انجام بدین. کلی کار درجه یک داریم. این کار واقعا خطرناکه. این کارا تو خونه بکنه. حالا شما وقتی آقا جرأت میکنه اونجا یکی دیگه هم جرأت کنه دیگه. اره واسهتون میارن، احتمالاً فردام تیشه میارن. این دوباره واسه چی اومد؟ بدون دست اومد، دقت کردی؟ اینا اسم دارن آقای فتی روشن؟ بله ولی نمیگم اسمشونو، چون اگه اسمشونو دیگه بدونید همه چی اینجا مرموزه. آره این چیه؟ تنها لحظه ای که بدون دست زدن ورود پیدا میکنن آخر برنامه است که این نامه میارن که این نامه رو نامه اعماله که این نامه رو واقعیتش من هم برای اولین بار میبینم هر شبی که به دستم میرسه. چه بخوایم چه نخوایم 100 سال بعد هیچ کدوم از ما روی این کره خاکی نیستیم. از ما فقط یه اسم میمونه و یه عکس، اونم اگه خیلی خوش شانس باشیم، با کلی لبخند، با کلی ترس، با کلی اضطراب، قاب عکسایی، با کلی خاطره و تصمیم‌های درست و غلط، تصمیم‌هایی که باید توی هولناک‌ترین لحظات ما رو از خطر نجات بده. در انتها مهم اینه که حتی اگه تصمیمی رو درست نگرفتیم از هیجان اون لذت ببریم. امارتی که شب اولش داره این اتفاقات توش بیفته، شما تا آخرش رو بخون. خدا بخون. چه امارتیه؟ این مهمونی شب اول امارت بود، اما شبای دیگه مونده. خدا بخیر کنه. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خداحافظ. و این مهمانی همچنان ادامه داره.